سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر، خسته نباشید. ظهر جمعتون بخیر. البته منطقی نیست زیاد ولی خب بخیر باشه. توی این قسمت میخوایم بریم سراغ پراپس ها. حالا پراپس ها چی هستن؟ یکی دیگه از موارد اساسی و فاندامنتال ریاکت هستش. در واقع نحوه انتقال اطلاعات بین کامپوننت ها هستش. به طور کاملتر بخوایم بگیم از پرنت به چایلد، از والد به فرزند، یک راه ارتباطی از والد به سمت فرزند هستش. حالا بیایم داخل اپمون نشون بدیم. اول من استارتش بکنم. داستان دارم من با این زبونش. استارت شد. من اینو بردارم بیارم تو همین ناشناسش بذارم. خب حالا بریم سراغ پراپس رو توی عملی به صورت عملی بهتون نشون بدم. بیاین پیتزا رو همه رو پاک بکنیم، یه دونش بمونه و این رو هم بیاریم زیر این. خب الان یه دونه شدش دیگه، اون دو تا دیگه رو پاک کردم. حالا میایم چیکار میکنیم؟ به این میگیم که نیم مثلا پپرونی. من فقط هم یه دونه پیتزا رو بلدم. بعد ingredients، مواد اولیه، مثلا گوجه، خیار و فوتو نیم باشه اینا. بیایم این رو برداریم و یه پرایس هم بدیم، مثلا 10. خب نحوه کار پراپ به چه شکل هستش؟ ما میایم اول اون اطلاعات رو پس میکنیم و بعدش باید بیایم توی خود اون کامپوننته بگیریمش، یعنی ریسیوش بکنیم. ما اینجا میزنیم پراپس. در واقع اینها به صورت یه آبجکت انتقال داده میشه به کامپوننت پیتزا، اینجا توی پراپس گرفته میشه. الان مثلا اینجا ما میخوایم تصویر رو بذاریم. اول میریم تو حالت جاوا اسکریپت، پراپس رو مینویسیم، بعدش مینویسیم فوتو نیم. الان اینو که لود بکنیم میبینید تصویر رو لود کردش. تصویر در واقع داره از این ور گرفته میشه ولی خب اسم و اینها داره از همینجا که خودمون دستی نوشتیم وارد میشه. حالا من همه اینا رو وارد میکنم. props.name بود. بعد اینجا اسمش هستش دوباره props.name. بعد بیایم این رو پاک بکنیم. پیش میکنیم اینجا props.ingredients. الان میبینید همه داره وقتی اینجا پس میشه، اینجا ریسیو شده داره از این گرفته میشه. من گوجه خیار گذاشتم اینجا، اینو داره میگیره. حالا بیایم یه خورده شکلش بدیم. من میخوام اینها داخل دیو باشه. این دوتا رو انتخاب میکنیم. آلتو نگه میدارم، بالا رو میزنم، سیوش میکنم، میاد داخل این و اینجا هم اسپن رو میزنم. یه دونه میخوام قیمت رو هم بذارم توی اسپن. props.price. قیمت هم اضافه شدش. حالا من بیام چیز کنم، به این اپمونم میخوام یه کانتینر بدم اگه درست باشه. دادمش اینجا. اون تایمی که
رکورد نمی‌کردم دادم. بیاین بچه‌ها به اپتون کلاس نیمش یک کانتینر بدید، چون من اونطوری که ول کردم شما رو به این شکل بودش. می‌بینید یک کانتینر نیاز داره که شکلشو به دست بیاره. بعد یه نکته دیگه، مثلا الان من قیمت رو دارم 10، میخوام به علاوه مثلا قیمت به علاوه 5 بشه هر سری. میبینید اینجا شد 105، چون اینجا داریم به صورت استرینگ میدیمش. ما اگر بخوایم این رو عدد بهش بدیم، بعد این رو داخل حالت جاوا اسکریپت بهش بدیم. الان میشه 15. خیلی پراپس تواناییش بالاست. ما میتونیم آبجکت بدیم، میتونیم آرای بدیم، میتونیم فانکشن بدیم. حالا تو قسمت‌های بعدی راجبش صحبت میشه. این هم از این. در واقع بچه پراپس ها همون آرگومنتیه که ما به فانکشن ها میدیم. همین کامپوننت ها هم به نوعی فانکشن هستن دیگه. و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که پراپس ها فقط برای خونده شدن هستش و غیر قابل تغییر هستن. اگر نیاز به تغییر بودش ما باید از استیت ها استفاده بکنیم. تو قسمت های بعدی راجعش صحبت میشه. به خاطر اینکه پراپسی که ما داریم میدیم آبجکت و آبجکت رو اگر تغییر بدیم در کلش تغییر میکنه و به مشکل میخوره. یه نکته آخر هم بخوام خدمتتون بگم، اونم اینه که چرا اصلا یه طرف است. ما فقط میتونیم مثلا الان اینجا نگاه کنید، ما از اینجا منو دادیم به پیتزا، ولی از این ور نمیتونیم اطلاعات رو بفرستیم به این سمت. چرا؟ به خاطر اینکه قابل پیش بینی تر باشه. حالا اون کسایی که ریاکت رو ساختن به این فکر کردن قابل پیش بینی تره. بعد تو دیباگ کردن راحت تر هستیم. بعد دو طرفه بهینه نیست. مثلا انگولار برعکسش هم هست، دو طرف هست. ولی خب این از سمت والد میره به سمت فرزند. حالا به این یه دونه مثال دیگه هم بزنیم قبل از اینکه این قسمت رو ببندیم. مثلا پیتزا نیم، من چون دیگه اسم دیگه از پیتزا بلد نیستم میذارمش فلافل. ingredients نخود. بعد فوتو نیمش هم حالا میام از بذار اینو بگیرم، بذار یه دونه از این عکس رو بگیرم. به این صورت فونگیو دادم بهش. البته این بخش هم باید پیتزا هم بیاد که فولدرش معلوم بشه. این هم از این. و در نهایت پرایس هم میدم بهش مثلا 15. گفتم یه قیمت رو باید برعکسش رو بزنیم، یعنی وارد جاوا اسکریپت بشه. 15 هم میذارم اینجا و در نهایت باید ببندیمش. این رو سیوش میکنیم. این پنجره هم پاک میکنم. خب همونطور که میبینید الان 2 تا شدش دیگه. از پراپس استفاده کردیم، اطلاعات رو همونطور که میخواستیم دادیم بهش. حالا تو قسمت بعدی میایم راجع به رندرینگ لیست صحبت میکنیم که به جای که بیایم خودمون اینا رو بزنیم، بیاد ایتریت کنه داخل این آرایی که وجود داره، لیستی که وجود داره و از داخل این اطلاعات رو برداره و خودش لیست رو تشکیل بده. خیلی ممنون از اینکه توجه کردید. خدا نگهدار.